روزتان بخیر بینندگان ارجمند. این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که شما را با تحولات مهم در تاجیکستان و جهان شناسی می‌کند. امروز سه‌شنبه 5 می است. با موضوع اساسی این نشر شناس شوید. پس از مرگ 3 سرباز در 1 ماه، امامعلی رحمان از مقامات خواسته است به ترتیب و نظام در ارتش و رعایت حقوق سربازان اهمیت جدی بدهند. در تنگی هرمز چی می‌گذرد؟ دونالد ترامپ از رهایی کشتی‌ها در خلیج فارس خبر داد. ایران می‌گوید به این کار اجازه نمی‌دهد. در تاجیکستان مسئله ترس خبرنگاران از انعکاس آشکار موضوعهای مهم را بررسی کردند. حامیان حقوق می‌گویند سبب ترس از سرنوشت دیگران است. بیش از 10 روزنامه‌نگار و بلاگر در محبس است. در پی هلاکت 3 سرباز تاجیک در 1 ماه گذشته، امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از مقامات انتظامی و به خصوص فرماندهان نیروهای مسلح خواسته است مسئله رعایت حقوق سربازان در واحدهای نظامی را بسیار جدی بگیرند. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری گفت در جلسه شورای امنیت تاجیکستان دیروز در برابر مسئله عاقبت‌های فلاکت‌های طبیعی، همچنین رفتی دعوتی بهاری به خدمت حربی، رعایت ترتیبات حقوقی و آیین‌نامه‌های نظامی در جزء تام‌های قوه‌های مسلح و دیگر واحدهای حربی بررسی شده است. جزئیات دیگری را از نشست نگفتند، ولی ظاهراً مرگ پرسر و صدای 3 سرباز در ماه اپریل سبب مطرح شدن مسئله بدرفتاری در ارتش در جلسه شورای امنیت ملی تاجیکستان شده است. اسرافیل عظیمزاده 25 ساله از رودکی، غالب جان ابراهیموف 23 ساله از ناحیه حمدانی و شهباز جان محمدزاده 23 ساله در ظرف 2 هفته ماه اپریل هلاک شدند. مقامات گفتند سبب مرگ آنها را تحقیق میکنند، اما حامیان حقوق بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان را یکی از سببهای قصد جانی خود کردن سربازان و یا هلاک شدن آنها میدانند. و درباره مرگ و میر سربازان در صف نیروهای مسلح قبل از برنامه صحبت داشتم با دلربا صمد و رهبر دفتر آزادی‌های شهروندی که سالهای دراز حقوق سربازان را حمایت کرده است. او گفت مقامات انتظامی باید هر 3 فاجعه ماه اپریل را همه‌جانبه تحقیق کنند تا جامعه واقعیت را بداند و فاجعه ها تکرار نشود. نسبت این پرونده‌هایی که این حالت‌هایی که شد، البته باید که مقامات‌ها حاضر الکی پس از آنکه این فاجعه رخ داد تفتیشات پوره همه‌جانبه گذرانده شوند. یگان شبهه‌ای که در جامعه باقی میماند یا که در دل والدین هست، اهل عائله است، باید که از بین برده شود و نتیجه تفتیشات باید که به جامعه دسترس باشد. چون که گرد این این فاجعه الکی بسیار گپ، بسیار شبهه، بسیار سخن‌هایی که ممکن اکثریتشان به حقیقت عموما نزدیک نیستند پهن شده ایستاده است و باید که حتما مقامات ها طرفدار باشند که حقیقت را بگویند، نگاه چه پنهان نکنند. چون که اگر پنهان کنند با آوازه و گپ و ترس زیاد می شود. دلربا صمد و همچنین گفت اگرچه مقامات انتظامی بسیاری از موردهای بدرفتاری در صف نیروهای مسلح را تحقیق می کنند، اما پنهانکاری نیز وجود دارد. گفتم ممکن نیست که نگون مقامات ها تفتیشات نمیگذارند. قریب که 95% همه شکایت ها و مراجعات ها درباره آنکه سربازان با مناسبت بیرحم و دشنام دچار میشوند در قسم حربی، اگر شکایت کنند اگر پرونده جنایی آغاز می شود و من تحقیقات می شود و به جوابگیری کشته می شود. لیکن تو چی درجه مراجعت می کنند، پنهان می کنند، این همش باز زیر سوال می باشد و باید که ما این رو پنهان نداریم، مخفی نداریم، چون که این بی‌خطری دولت ما است، این آبروی ارتشی ما است و اگر ما خواهیم که جوانان با خواهش خود ناترسانه نگریخته به خدمت حربی روند، ناچار نه اگر روند، باید که همین مسئله ها رو باید که کشات ما در جامعه بررسی کنیم. دلربا صمد و رهبر دفتر آزادی‌های شهروندی درباره بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان و راه‌های پیشگیری از آن صحبت می‌کرد. مصاحبه کامل او به زودی در وبسایت azadi.org نشر می‌شود.
دونالد ترامپ президенти амрико гуфтааст ки агар эрон монеи боз кардани тангии ҳурмуз шавад аз рӯи замин нобуд хоҳад шуд. ӯ рӯзи 4 май эълон кард ки барои раҳо кардани киштиҳои гирмонда дар гулугоҳи ҳурмуз кӯмак мекунад. эрон гуфт ки ба ин кор иҷоза намедиҳад. дар халиҷи форс беш аз 800 киштии боркаш дармонданд ва наметавонанд аз ҳурмуз гузаранд. муъмин аҳмадӣ гузориш медиҳад. ارتش آمریکا میگوید در تنگی هرمز 6 قایق خرد ایران را غرق و چند پهپاد و موشک‌های بالدار را محو کرده است. با گفته مقامات آمریکا، تهران تلاش داشت که مانع اقدام آمریکا برای باز کردن تنگی هرمز شود. دونالد ترامپ عملیاتی را با نام طرح آزادی اعلان کرد که هدفش تحت نظارت گرفتن این راه مهم دریایی است. رسانه‌های دولتی ایران غرق شدن قایق‌های ایرانی را رد کردند. ایران به سوی چند کشتی موشک انداخته مانع گذشتن کشتی ها از تنگی هرمز شده است. برید کوپر فرمانده بلند مقام آمریکا به سوال اینکه آیا در پی حمله های ایران آتش بس اعلان شده در روز 8 اپریل نقض شد یا نه پاسخ نداد. یک سازمان کشتیرانی تصدیق کرده است که در پی حمله روز گذشته در گلگوی هرمز یک کشتی کره جنوبی آسیب دیده است، ولی کسی از ملاحان زیان ندیده است. ترامپ در یک پیام در شبکه‌های اجتماعی گفت که این کشتی جزئی عملیات رهایی نبود و پیشنهاد کرد که کره جنوبی به تلاش‌های آمریکا برای حرکت امن کشتی‌ها از طریق هرمز بپیوندد. این عملیات اقدام نوبتی ترامپ برای باز کردن تنگی هرمز است که پیش از جنگ 20% نفت جهان از طریق آن می‌گذشت. مقامات ایران اعلان کردند که در چند ساعت اخیر یگان کشتی بارکش از این تنگی نگذشته است. و برمیگردیم به حادثه‌های تاجیکستان. امروز در دوشنبه یان برات نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپایی با مسائل آزادی مطبوعات با معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ایدیبек قلندر گفتگو کرده است. وزارت کارهای خارجه با نشر یک بیانیه گفت در ملاقات همکاری‌های تاجیکستان با این سازمان حامی دموکراتی از جمله در رابطه با فعالیت خبرنگاران بررسی شدند. برات روز پیش در کنفرانسی بخشیده به آزادی مطبوعات در تاجیکستان اشتراک کرد. علیشیر ظریفی موضوع را ادامه می‌دهد. خودسانسوری یا самосензура аз калимаҳое буд ки дар анҷумани рӯзи ҷаҳонии озодии баён дар душанбе имсол борҳо садо дод. ҳатто замоне ки ширкаткунандагони ҳамоиши анъанавӣ аз масъалаҳои дигар суҳбат мекарданд, ин вожа дар паси он мушкилот низ гӯё ҳузур дошт. умед бобохонов мудири гурӯҳи расонаҳои азия плюс гуфт аз мушкилоти рӯзноманигорон ҳама огоҳанд, вале коре барои рафъи он намекунанд. ما همه می‌دانیم، از جمله حکومت هم می‌داند که وعا چقدر مهم است. درباره ما تنها در حالت‌های اضطراری به یاد می‌آورند، زمانی که حادثه روی دهد و از ما می‌خواهند که صدا بلند کنیم و معلوم می‌شود که رسانه‌های تاجیکستان به طوری باید و شاید قوی نیستند و از ما می‌پرسند که به چی نیاز دارید و چگونه به شما کمک رسانیم. ولی فردایش فراموش میکنند و وضع همان گونه دوام میکند که پیشتر بود. Но уже на следующий день забывают, и все остается, все продолжает течь, как это было раньше. нуриддин харчибоев раиси анҷумани миллии расонаҳои мустақили тоҷикистон онро дар байни чанд мушкили матбуоти тоҷикистон ҷойи махсус дод. مشکل در فضای اینترنت نیز وجود دارد و مشکلی از همه مهم یا که نگران کننده این است که متاسفانه بنابر حادثه های چند سال اخیر در فضای اینترنت تاجیکستان خود سنسور خیلی بالا رفته است. موضوع مهم مورد بررسی قرار نمیگیرند که یک سبب دیگر این محدودیت دسترسی به اطلاعات است. خبرنگار مذهب جمعه بر این نظر است که در شرایط فعلی روزنامه‌نگاران نمی‌توانند موضوعهای حساس را پیگیری کنند.
موضوعهای اجتماعی تا جای موضوعهای اقتصادی و موضوعهای فرهنگی و مثلا ادبی رو خوب مثلا بررسی کردن ممکن است، ولی البته در مسائل سیاسی و امنیتی بعضی محدودیت ها هست، بعضی نگرانی ها هست که نمیتوانیم ژورنالیستان دست بزنیم. حالتی که امروز وجود دارد به سبب پیدا نشده است و نتیجه روندهای معین است که مقامات و جامعه میتوانستند از پیش آنها را حدس زنند. این وضع نتیجه چه شرایطی است؟ بیش از 10 روزنامه‌نگار و بلاگر در محبس است و این یک عامل است که برای خودداری کردن از دست زدن به موضوعهای حساس، مخصوصا موضوعهایی که با تندگرایی افراطگرایی ربط دارد. اما نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان از وضع آزادی بیان و فضای کاری رسانه‌ها در کشور ستایش کرد. شرایط برای ما فراهم است که امروز ما درباره مشکلات کسبی خود سخن میگیم. کمرنگی صحبت سفیران اتحاد اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار کنندگان این همایش نیز دلیل وضع آزادی بیان در تاجیکستان بود. سازمان گزارشگران بدون مرز روز 30 اپریل رده‌بندی آزادی بیان در 180 کشور را نشر کرد که تاجیکستان در زینه 155 و یکی از مقام‌های پایین‌ترین قرار دارد. با گفته سازمان سبب نبودی آزادی بیان و سخت‌تر شدن سرکوب مطبوعات مستقل و خبرنگاران دیگر اندیش است. در تاجیکستان کارها برای رفع پیامدهای سیل و آبخیزی ادامه دارد که به شهر و ناحیه‌های زیاد آسیب رساند و سبب مرگ 4 نفر هم شد. اما این زمان این سوال مطرح می شود که آیا مقامات آماده حداقل کم کردن زیان این فلاکت‌ها بودند؟ مثلا در دوشنبه کوچه ها به رودخانه تبدیل یافت و تهخانه های زیادی پر از آب شد. همکاری ما امیر ایسایف از قرچیبک یوسوپوف معمار سابقه دار پرسید که آیا ممکن بود به این گونه فلاکت ها راه دادن نشود؟ این طبیعت است، حالت های طبیعی است. این نوواسطه بعضی هم میشد که یخی جو بوره که صدها سال آب نگذاشته اینه که بعد از 100 سال میبینید آب میشد، این آب میبیاد. این طبیعت برای امین بیکاربه نگفتیانگی در سیل راه ها در جای آبفروی که طبیعی هسته و یار حتما پیشگیری کردن، روی کردن و در همونجا ساختمان و دیگر چیزها هم وقتی که میکنن همین به نظر گرفته کنن. همین چیز هست. اولش پیشگیری، اولش اینکه در همون جایی که سیلفروی که هست یا مردم میداند یا اینکه آدمای کهنه که در اونجا زندگی کردن میداند یا که از روی نقشه‌های کاری که هست میداند، اول یکم که در اونجا حرکت کردن در کار که پیش همون سیل گرفتن در کار نمیشه، همون راه گشوده باشن. معمار سابقه دار همچنین به رادیو آزادی گفت رعایت نکردن مقررات ساختمانی سبب شده است که سیل به شهر و ناحیه‌ها زیانی بیشتر برساند. طرفی 9 کیلومتر میرفتم خودم ماشین کردم، همین عدا گذاشتم که ماشینا ایستادن، خصوصا از طرفی وحدت میومدیم ماشینا ایستادن، آدم‌ها بالای بلیطایی که بین راه مونده برآمده خیلی نیو کردن. این راهی خودم هم چندین ماشینایی که پاس بده ایستادن، هم ماشینم که بلندتر بود سیکین گذاشتم. لیکن همونجا بین راه برای اینکه دو طرفه وکرام پلیتا موندگان، پلیتای اگرادی تلنی و میگون و همون دارم وقتی موندن بعضی همین حالت‌ها رو به نظر گرفته و یکدیگرش به چسبوندن در کار نیست. در بین ویو اقلا یک حوشه یک فاصله معین موندن در کار در این حالت‌ها با همونجا آب گذاشته بود. دیگه همین کار دامون شدگی نبود، همین یکدیگر رسیده موندگی و همین که درجه شد که آب جمع شدگی. بعد دیدم که خیلی تکنیک آورم و یار بیره کردن، یک چند جاش بیره کردن که آب زده گذاشت. یعنی که همین کارم مقصد پیشکی دیده کردن، یعنی که شرط نیست و یک دیگر چسبونده را یا اینکه بین و یک متر نه، اکلا همون 20 سانتی متر یا 30 سانتی متر واسه به همون حدود واسه با موضع همین چیزا همین خیلی ماندن در کار در این حالتو آب جمع نمیشه، آب گذاشته میبره. قرچیبک یوسوپوف معمار تاجیک درباره امکانات راه ندادن و حداقل کم کردن پیامدهای فلاکت‌های طبیعی به مثل سیل و آبخیزی در تاجیکستان صحبت میکرد.
بینندگان ارجمند، برنامه به پایان رسید. تشکر که با ما بودید. برای آگاهی از خبرهای آخرین به سامانه رادیوی آزادی آزادی.org مراجعه کنید.